آخر صحبتم با تویی باشه که حالا مادر داری. میگفت تلفنم زنگ خورد، گوشی رو برداشتم دیدم مادرم، سرم هم خیلی شلوغ، نه سلام نه علیک. گفتم مادر 10 دقیقه دیگه بگیرمت. گفت باش. میگفت یادم رفت 7-8 دقیقه شد دیدم خودش دوباره بنده خدا زنگ زد. گفتم مادر یادم رفت سرم خیلی شلوغه، میگیرمت تا 10 دقیقه یه رو دیگه. گفت باش. یادم رفت 20 دقیقه 25 دقیقه بعد باز مادرم زنگ زد. میگم از کوره در رفتم، اشتباه کردم، حالیم نشد. گفتم مادر نمیفهمی سرم شلوغه، نمیفهمید دستم بنده، نمیتونم جواب بدم مادر. گفت باشه پسرم مواظب خودت باش مادر. قطع کرد. میگم حاجی 3 ساله دارم میام کنار قبرش میگم مادر غلط کردم، مادر حلالم کن مادر. مردم هیچکی نمیدونه آخرین خداحافظی کجاست.